شروع کنم به بحث اول تشکر میکنم از حضور تک تکتون. تشکر میکنم از حضور مهمانان عزیز که از ایران تشریف آوردند و برای ما غنیمت حضورشون و امیدوارم که باز هم شاید این جلسات باشیم، چون به باورم بهترین و ارزشمندترین کار فرهنگی که میتونیم انجام بدیم. هیچ عنوان اینجا فقط خودتون رو مخاطب ندونید، بلکه در حقیقت حضور شماست که باعث تداوم چنین جلساتی خواهد شد و به هر حال احساس بکنید و نه تنها احساس کنید بلکه مطمئن باشید که این ساعتی گذاشتید نه تنها برای خودتون بلکه اصلا برای فرهنگ عمومی شهرمان و در واقع جامعه ارزشمنده. بنابراین هم تشکر میکنم از کتاب سر و همچنین از دوستان سرزمین کتاب دیروز برای جلسه کتاب خودم برگزار کردن و تشکرم میکنم از حضور تک تک. اما بریم سراغ بحث. قبل از اینکه این بحث شروع کنم من فکر کنم خانومم که اینجا هست جواب یکی از سوالای خیلی چند ساله شد گرفت. جوابم اینه که من چم شده که یا این موقع مثل جن‌زده ها هستم. بعد آقای را گفت ظاهرا مادر اگر این در استودیو هست، اگر مادر عرض کنم خدمت مادر زمان بارداری گربه سیاه دیده باشه بچه جن‌زده میشه. من که خودم این سالا نفهمیدم چه نشه رو شناسی خوندم، ولی دیدم تبیین جالبیه امکان داره اتفاق افتاده باشه و در واقع علت چون موقعی که ایشون گفت خانم گفت اینجوری واکنش شد جواب سوالشو گرفتم خیالش راحت شد. و اما برسیم بله من میخوام اینجوری چون این جن‌زدگی درش برام جالب بود. دوستان من نگاه هم به کتاب نگاه روانکاوانه است و جناب آقای راد چند نکته جالب درباره این که ادبیات درست چی است فرمودند و من با همش موافقم و به نظر من یک ویژگی دیگه‌ای هم که داره ادبیات چون در واقع به قول جیمز وود منتقد ادبی شبیه ترین چیز به زندگیه و میتونید دوستان علوم انسانی تمامشون در واقع نگاه کردن به زندگی اما هر یک از جنبه‌ای خاصه و هر کدام در واقع از یک زاویه خاص زندگی رو می‌بینند، ولی در ادبیات هست که شما با تمامیت زندگی مواجه هستید. بنابراین هر اثر ادبی ارزشمندی این ویژگی رو داره که شما میتونید از منظرهای گوناگون نگاه کنید و از هر زاویه‌ای که نگاه میکنید میبینید که چقدر میتونه متفاوت باشه و در واقع چقدر حرف از این زاویه هم از این نگاه هم درش هست. برای من خیلی خیلی جالب بود، خیلی زیبا بود نگاه آقای راد، خصوصا قسمت اصولش که بسیار زیاد حالا ایشون از مثلا اصطلاحات تخصصی یا در واقع مفاهیم یونگی استفاده نکردن، ولی چقدر میشه از دیدگاه در واقع روانشناسی تحلیلی یون اختصاصا بهش اشاره نگاه کرد و اهمیتی که اسطوره‌ها اینجا دارن برای من خودم خیلی واقعا جذاب بود. اما من میخوام یه ذره در واقع روانکاوانه تر به متن نگاه کنم، بنابراین روی جزئیات متن هم بیشتر توجه خواهم کرد. آقای راد خیلی خوب درباره این صحبت کردن که اصلا چرا گربه و در واقع چرا نویسنده گربه رو انتخاب کرده، چون بالاخره گربه به قول لکان دال مرکزی در این اثر، یعنی مثلا در عنوان هم اومده شما در همه صفحات در تک تک صفحات با گربه مواجه میشید. خلاصه خیلی خوبی بدون اسپویل از داستان گفتن. من دیگه ادامهش رو یه ذره بیشتر میگم. این که این آقایی که در واقع میاد توی خانه یوسف که عرض کنم خدمتتون حکمش این بوده که بیاد در این خانه گربه ها، یعنی جایی که مکانی برای نگهداری گربه ها، زمانی که صاحبان این گربه ها به دلایل خودشون نمیتونن در واقع حمایت کنن نگهشون دارن، میاد اینجا و اینجا قصه در واقع رمان از قصه های گوناگونی تشکیل شده که هر کدام از قصه های گربه های گوناگون و خانواده هایی که این گربه ها در واقع این گربه ها رو دارن، صاحب این گربه هستن، با این گربه ها زندگی میکنن، چون با هر گربه در واقع یک خانواده‌ای یا شخصی وارد این خانه میشه و یوسف با اینا آشنا میشه. و جالبه که اون شخصیت مدیر اصلی این خانه گربه هم شاستین اسمش رو بگم، شاستین اونم به شدت عاشق قصه ها و اصلا قصه های خانواده هست. یعنی خیلی هوشمندانه همونجوری که فرمودن عناصر گوناگون انتخاب شدن و ما بنابراین با گربه های گوناگون، با گربه های متعدد و خانواده های متعدد مواجه میشیم. سوالی وقتی میخوای با جزئی‌تر، یعنی با جزئیات روی گربه تمرکز کنیم، میگه خب یعنی چجوری شد و این تعدد گربه ها و این شکلاتون در واقع برای چی؟ اصلا خدمت دوستان خود
خود نویسنده بارها به این رابطه گربه ها با آدم ها به زیبایی اشاره کرد. نکته خیلی جالبی که من تکرار میکنم که چون ارزشمند بود نکات تو ذهنمون بمونه. نکته خیلی جالبی که آقای راد فرمودن این بود که اون شباهتی که بین نگاه تبعیض‌آمیز به پوست به رنگ موی گربه شده و همون شباهتی که در واقع همون نگاه تبعیض‌آمیزی که نسبت به پوست یعنی رنگ پوست آدم‌ها هست. خود نویسنده جای مسئله جای کتاب به این عرض کنم خدمتتون شباهت آدم‌ها و گربه‌ها اشارات جالب داره. مثلا فرض بکنید همین یوسفی که در آغاز که همونجوری که فرمودن با نفرت با بیزاری از گربه‌هایی که کبوتراشو خوردن در بچگی وارد داستان میشه، خودش میگه درباره خودش همون اول داستان چی میگه که به راه رفتم و جلوی عکس گربه‌ها ایستادم. عکس گربه‌ای که پند منتخب آن روزی نوشته شده بود توجهم را جلب کرد. گربه این بود قرمز. جمله رو نگاه کنید. گربه‌ای که انگار خودم هستم. خب ابتدا فکر کردم تصویر چهره من روی چهره گربه گذاشته شده است. خیلی یعنی جمله به جملهش واقعا جالبه. فقط چشمانش شبیه من نبود. خب بعد در ادامه میشه که من سبیلم داشت ولی مال من پشتو و اینجا جمله انگار جلوی آینه ایستاده باشم. عکس گربه رو داره نگاه میکنه ها. انگار جلوی آینه ایستاده باشم و ناگهان خودم را ببینم. ناخودآگاه پیش از این که پند را بخوانم آهسته میو کردم. این همون شخصیتی که با بیزاری از گربه وارد میشه و در نگاه که در واقع گربه عکس گربه رو که میبینه اینجوری داره میبینه انگار خودم رو دیدم و در واقع شباهت عجیبش با خود. این آغاز داستانه در جای تکرار میشه. در صفحه 267 که تقریبا 4-5 صفحه آخر کتابه ببینید یه جور دیگه هست. حالا همین راوی درباره رابطه بین یک گربه و صاحب گربه داره صحبت می‌کنه. همون زیبا. میگه که موهای خیس و شکلاتی رنگ روی پیشانی و دور صورت زیبای گربه نه فقط تصویری از ترس خودش بود، نشان دهنده ترس زیبا خانم هم بود. یعنی ترس گربه تجلی ترس صاحب میشه. چشمای درشت و متفاوت گربه همچون دلخوشی و ترس درون دل زیبا خانم بود. خب یکی از آنها دلخوش و بهت‌زده و دیگری اندوهگین. اینجا چی میشه؟ اینجا ترس در واقع ترسی که در چهره گربه هست در وجود گربه هست میشه انعکاسی یا جلوه‌ای از ترس صاحبش. همین دو تا نکته در شما ملاحظه فرمایید. بعد در جای دیگه مثلا فرض کنید از کنم خدمتتون در یک جای دیگه باز اینجا یک نفر دیگه، یعنی شخصیت‌ها متفاوتند. باز یه شخصیت دیگه از شخصیت‌ها داره صحبت می‌کنه درباره گربه‌اش. اسم گربه‌اش ایلساست. دیگه زمانی که همراه مادرم در بیمارستان بودم و می‌دیدم اندازه یک گربه کوچک و بدون مو شده است که در میان پارچه‌های سفید بیمارستان همچون گربه زاری و میو می‌کند، اشک از چشمانم سرازیر شد. این تصویر مادرم در ذهنم از همه تصویرهای قبلیش پررنگ‌تر است. من جز این تصویر، یعنی تصویر مادر همچون گربه، من جز این تصویر توانایی بیاد آوردن خاطرات دوران کودکی با او را ندارم. بعد جالب‌تر جمله ادامه‌اش، از همان لحظه اول بدن ایلسا یعنی گربه، بدن ایلسا بدن مادرم را برایم تداعی می‌کرد، اما چهره‌اش یعنی چهره همون گربه بخشی از چهره پدرم را برایم تداعی می‌کرد. غیر از این یکی از شخصیت‌های در واقع شخصیت اصلی که از پرستارای در واقع اصلی خانه گربه‌ها کارینا اصلا این در واقع مسخ پیدا میکنه به صورت گربه در یکی دو صحنه و اون یکی دو صحنه‌ای در واقع اساطیری عجیبه که چگونه این انسان و گربه در واقع به همدیگه تبدیل خواهند شد. یا مثلا فرض بکنید یکی از شخصیت‌های دیگه، یعنی که از صاحبای گربه که پیاز و یک داستان عاشقانه، جالب‌ترین داستان عاشقانه کتاب هم همین باشه، کالکی که میشه همسرش که معشوقش هم هست، میگه کالکی به چشم پیاز گربه بزرگی شده. یا مثلا دو تا خانم دیگه اومدن اینجا داوطلبانه در اینجا کار کنن، دوباره خود راوی میگه فلورا و آنا نیز شبیه دو گربه اند. یعنی شما نگاه کنید این در همامیختگی عجیب آدم‌ها به شکل‌های گوناگون با گربه. خب همه اینا به ما اینو میگه که نویسنده به صراحت از کنم خدمتتون گربه‌ها رو تجلی یا جلوه‌ای از وجود آدم‌ها و از درون در واقع آدما می‌بینه. اما جلوه چه چیزی؟ خب واقعیتش اینه که یکی از جالب‌ترین وجوه داستان اینه
که همونطوری که دقیقاً آقای فرمودن و چاپ‌های مجدد مکرر کتاب نشون میده داستان جذابه. یعنی شما داستان رو می‌خونید خیلی برات جالب میشه این چجوری میشه، چون داستان‌های دیگه میان و هر کدام از این داستان‌ها تفاوت‌های خیلی جالبی با دیگری دارن. بارها شما دچار تعلیق میشید که چی خواهد شد. یعنی خیلی داستان جذابه، ولی به محضی که از این جذابیت خانش اولیه میگذرید برای اینکه بخواید بفهمید و باهاش ارتباط برقرار کنید نمادها رو مثل خود همین گربه رو یک دفعه می‌بینید اصلا کار ساده‌ای نیست. اصلا کار ساده‌ای نیست و کار پیچیده‌ای. خب ولی باز وقتی با خود متن مواجه میشید و می‌خواید جواب سوال رو از بعد بگیرید، خب من فکر می‌کنم که عرض کنم خدمتتون نویسنده این شواهدی براش پیدا کردم و شواهدی در متن هست که می‌بینید که نویسنده دقیقاً نگاهش همونطور که اسطوره‌ایه و گفتم اصلا ویژگی ادبیات برجسته اینطوره، ادبیات شاخص اینطوره، همونطور که اسطوره‌ایه، همونطور که در واقع نگاهش به رابطه انسان‌ها و رابطه قدرت در میان انسان‌ها هست، خشونت هست، ولی عمیقاً روانکاوانه است و ناهوشیار برای نویسنده خیلی مهمه. و اون چیزی که نویسنده میخواد از طریق این گربه‌های گوناگون به ما نشون میده و در واقع مواجهه ما با گربه‌ها به عبارتی مواجهه با ناهوشیار یا همون مفهوم مرکزی در روانکاویه. خب ببینید دوباره خود کتاب در صفحه 99 در کتاب اومده که انسان پیچیده‌ترین موجود روی زمین است. توجه فرمایید. گربه که دال مرکزی در کتابه با همه مکر و ناز و خونسردیش مثل قطره است در آن دریای اسرار که انسان درون آن شناور است. خب برای کسی که اندک آشنایی که با متون روانکاوی داشته باشه میدونه دریا خودش در واقع یکی از مهمترین نمادها در روانکاوی و اصلا دریا نماد ناهوشیاری. خب و اون در واقع تمثیل مشهور فروید هم درباره ناهوشیار اون تمثیل کوه یخ و اقیانوس و این هاست. خب پس خلاصه فرمایید عملاً گربه میشه به این صراحت قطره ای از اون ناهوشیار و تمام گربه‌ها به شکل‌های گوناگون جلوه‌ای از ناهوشیار شخصیت‌هایی هستند که در داستان وجود دارند. خب شاهد مهم دیگه‌ای که برای ادعا میشه که گربه‌ها چون نماد ناهوشیار و نمود ناهوشیار شخصیت‌ها هستند اون جاییه که فوق‌العاده است و اعتراف می‌کنم هنوز خودم نتونستم درکش کنم، یعنی به اون فهم روشن ازش برسم. خواب‌های گونیلاست و چون یکی از شخصیت‌ها خواب می‌بینه مدام و در خوابش دانشجوی من زیاد میشه که در خواب عنصرهای تکراری خیلی مهمه و عنصر تکراری خواب‌های گونیلا گربه سیاهه که نکاتی که آقای رفعت این که اصلا بخش تاکید بر گربه سیاه اینجاست. این گربه سیاه چجوریه و چه در واقع احساس خاص این گربه سیاه در گونیلا برمی‌انگیزه که خوابشون میده. وقتی اینطور هست یعنی اصلا خواب دوستان همونطور که به احتمال زیاد میدونید روانکاوی فرویدی با انتشار کتاب تفسیر خواب یا همون تفسیر رویای فروید شروع میشه و خواب قلب روانکاویه. دقیقاً وسط داستان ماجرای اصلی رو تا از شخصیت هم که گونیلاست و مسئله اصلی گونیلا این خواب‌های میبینه و نقشی که گربه در خواب‌هاش داره و شیوه مواجهش با خواب‌ها. اتفاقاً دلیل دیگه برای اهمیتی که اسطوره در فهم چیز داره در فهم کتاب داره اینه که خب در میان روانکاوی گوناگون یونگ بیشتر از همه به اسطوره‌ها توجه میکنه و یونگ یک حرف خیلی جالب میزنه، میگه که تحول شخصیت رو حتی تحول بیمار در جریان فرآیند درمان رو شما با توجه به تحول خواب‌هاش میتونید ببینید. یعنی خواب‌ها هم آسیب شناسی ما میگن هم روند درمان در خواب‌ها است. چیزی که دقیقاً داره در اینجا اتفاق میفته. یعنی اصلا مسئله اینجاست که که گونیلا با این گربه سیاه چیکار میکنه و چون نقشش در خواب‌هاش عوض میشه و رابطه‌اش با خواب‌هاش عوض میشه. اما جالب‌تر از شاید همه اینها جایی باشه که خود نویسنده دیگه کار به روایت نداره، لزوما روایت نداره و عرض کنم خدمتتون از طریق نماد صحبت میکنه، به صراحت درباره خواب‌ها صحبت میکنه. یعنی در صفحه 122 کتاب نویسنده داره درباره عملاً از دیگه شخصیتش میگه که بله خواب آزادی خود را دارد. خب دنیای خواب‌ها با صدها نقد آشکار و نهان به زندگی من گره خورده است. یعنی اصول بنیادین روانکاوی داره میگه نویسنده به صراحت. بعضی‌ها ما را به درون خاطرات جد خود فراموش کرده‌ایم برمیگردانند، بعضی‌ها هم نشانه‌ای از ناراحتی‌ها و خستگی‌های زندگی مانند. اما جمله فروید در تفسیر رویا بیشترشان آرزویند، آرزوهای عجیب و غریب و
روشن و تاریک اینا. خب بنابراین بر اساس خود شواهد متن ما به اینجا میرسیم که در واقع گربه، هر کدام از گربه ها محتوایی برای نماد ناهشیار دارن. یه نکته خیلی جالب دوباره وقتی درباره خواب‌ها صحبت میکنه، درباره همین گربه سیاه که آقای آقایرادم خیلی زیبا دربارش صحبت کردن، من دوباره به خود متن ارجاع میدم به این شکل که تفسیر خود نویسنده هستن. تفسیر خود نویسنده از گربه سیاه و ترسی که از گربه سیاه است، ببینید چقدر رامکاوانه است. خب اینجا میگه که خیر یوسف، یکی از شخصیت با یوسف داره حرف میزنه، هرگز گربه سیاه بد نیست، بلکه ترس خود آدمی است از گربه سیاه. ترس از خودش، ببینید ترس از گربه سیاه، این فرافکنی ترس از خود بر گربه سیاه. خب ترس از خودش، ترس از چیزهایی که نمیتواند آنها را درک کند. رنگ سیاه گربه بهانه انسان است، بهانه انسان است. اسم گربه سیاه آمد دیگه شروع کرد که از ترسایش در چشمه گرفته است. ترس از تاریکی ها. تاریخ خود انسان است. ترس و انسان با هم به دنیا میآیند. جمله ادامهش، جهالت هم بهشت ابدی ترس است. جهالت هم بهشت ابدی ترس است. بچه حالا شما فقط نگاه کنید، یعنی فکر کنید به رابطه وحشتناک تنگاتنگ بین فاشیسم و ترس و جهالت. یعنی این دوتا چه رابطه‌ای با فاشیسم دارن و چگونه اصلا فاشیسم در چنین بستری ظهور می‌کنه. خب در آنجا به وجود می‌آید و خودش را از نو می‌سازد. گویا ریشه نیرومند آینی از آن ترس از تاریکی نشأت می‌گیرد. صفحه بعدش دوباره به همین شکل. شاید به این خاطر بوده باشد که مردم بدانند شومی و بدی نه از گربه سیاه است، نه از شیطان، بلکه از خود انسان است. گربه سیاه کاملا از آن همه زشتی که به او نسبت داده‌اند دور است، بلکه آن همه نیروهای خصمانه خود انسانند. توجه فرمایید، گربه سیاه شد همه نیروهای خصمانه خود انسانند که خودش در مقابل انسان و جاندار و طبیعت به کار برده است. تماما خود متن دقیقاً به ما میگه که چجوری خود گربه در واقع جلوه‌ای میشه، در پرده‌ای میشه که انسان و نویسنده از این طریق درون شخصیت‌ها رو، محتوای ناهوشیار شخصیت‌ها رو بر گربه فرافکنی میکنه و در واقع ما از طریق گربه‌ها میتونیم آدم‌ها رو بشناسیم. چون نسبت خیلی زیبایی، خب دیگه الان فرصتش نمی‌خواد باز کنیم، نسبت خیلی زیبایی بین آدم‌ها، شخصیت‌ها و گربه‌هاشون وجود داره و هر کدام از این گربه‌ها نقش جالبی بازی می‌کنن. بنابراین برای آدمی که در واقع تا اینجا مثل من صحبت میکنه، این وسوسه پیش میاد که بخواد سازی کنه، بگه خب گربه یعنی این در کتاب، در حالی که اصلا اینطور نیست. یعنی شما به هیچ عنوان نمیتونید جایگاه گربه ها رو در کتاب سادهش کنید. یعنی بگید خب گربه مثلا نماد این بخش از ناهوشیار یا نماد این چیز در حال اینجا درباره گربه سیاه و ترس صحبت میکرد، ولی خب گربه ها همشون سیاه نیستن. گربه های گوناگون به رنگ های گوناگون، هر کدام جلوه شکل‌های گوناگونی، در واقع ابعاد گوناگونی از وجود هستند. بنابراین توجه کنید دوستان، نویسنده باز خودش همین کلید در ما میده. خودش همین کلید ما میده که میگه که کسانی که از در واقع بینش بی بهره‌اند، کسانی که از لحاظ روانی نابینان فکر میکنن که گربه‌ها شبیه همند، گربه‌ها یکی‌اند، وگرنه هر گربه‌ای ویژگی خودشو داره. یعنی میخواد بگه چی؟ اون پیچیدگی عمیقی که مثلا اینجوری از من خدمتتون، ناهوشیار آدمی بی‌نهایته، ناهوشیار آدمی بی‌نهایته، خب و این جلوه هاش هم بی‌نهایتن و چون گربه های گوناگون جلوه های گوناگونی ناهوشیارن، شما اصلا نمیتونید گربه رو که دال مرکزیه، مفهوم مرکزیه، به یک مفهوم خلاصه کنید. من به اینجا میخوام برسم که لکان یک جمله خیلی مشهور داره که در واقع ناهوشیار ساختارش زبانیه و یک جمله مشهورش اینه که در واقع لغزش من عذر میخوام که تخصصی توضیح میدم، لغزش بی‌پایان مدلول در زیر دال. اینجا دال گربه واقعیه، ولی این لغزش بی‌پایان این معنا هست که این گربه در هر کدام از این خورده روایت‌ها یه گربه دیگه است، یه جایگاه دیگه داره، یه نقش دیگه داره و در واقع پذیرش و درک اون تنوع بی‌پایانی که در ما وجود داره. داستان شما تصور کنید خب رمان در این حد تمام شد و نویسنده تمامش می‌کنه، ولی اصلا میتونست بی‌پایان باشه. یعنی بی‌پایان باشه یعنی هر گربه دیگه‌ای بیاد با هر شخصیتی و با همین جذابیت ادامه پیدا کنه. در واقع به تو آخرش کسی که میخواد خیلی دقیق‌تر هم هر چقدر شما بخواید با دقت بیشتر گربه رو بشناسید، فقط به این نتیجه میرسید که نه خیر،
ماجرا خیلی خیلی پیچیده‌تره و تو هیچ موقع نمیتونی خلاصش کنی به این که گربه چیست، همانطور که هیچ موقع نمیتونی درباره آدم و درباره ناهوشیار آدم به نتیجه برسی و تاریخ روانکاوی اصلا گواه اینه که هر چقدر بیشتر میشناسیم بیشتر حیران میشیم و راهی نداریم. یعنی اگر احساس بکنیم فهمی به ما میده، فهم تنوع بی‌پایان تغییر ناپذیری، فهمی که تنها راهی که برای ما میذاره اینه که یاد بگیریم که این تفاوت‌ها رو به عنوان یک واقعیت انکارناپذیر بپذیریم، درک کنیم و در واقع به جای همونجوری که ایشون فرمودن کتمانشون، به جای حذفشون بلکه ببینیمشون و از اون تنوعی که به زندگیمون میدن و در واقع به جامعه انسانی میدن بیشتر بیاموزیم و لذت ببریم. ببخشید اگه صحبتام طولانی شد.